سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به عزیزی ریپیر سنتر. تلویزیونی سونی 32 اینچ داریم. مشکلش یک بار تصویر داره و دوباره تصویرش میره دوستا. تلویزیون یک بار چک میکنیم که مشکلش چی است. لاین پاورش در برق نصب میکنیم. لایت سرخش روشن شد، با سویچ کردن لایت سبزیش هم روشن شد. دوستان متوجه شدین که تلویزیون یک بار تصویر داد، دوباره تصویرش رفت. تلویزیون یک بار اون باز میکنیم ببینیم که مشکلش دیگه است. اکثریتی عوارضای تلویزیون از بخش بکلایت ها هست دوستا. بکلایت ها آسیب میبینه یا میسوزه و با سوختن و آسیب دیدن بکلایت ها یه عوارض پیدا میکنه و یا کندکسری یا خازنهای 35 و 25 با اهتزازات و امواجی که برقای شهری ما داره دوستا. خازن یا کندکسرهای 35 و 25 بخش بکلایت ها آسیب میبینه و تخریب میشه و این عوارضه به بار میاره. دوستا ویدیو را تا آخر تماشا کنیم ببینیم که ریزی تلویزیون در چی هست دوستا. خب دوستا، کاور پشتی سر تلویزیون باز میکنیم. کاورای دو طرفی برد محکم گرفته میرم باز میکنیم به شکل دقیق دیده شود که مشکل تلویزیون در چی است. خب دوستا، یک وسیله داریم که تستر است. یک بکلایت را توسطی تست میکنیم. دستگاه را در برق نصب کردیم و دستگاه را با مولتیمتر وسط ساختیم تا ببینیم که بکلایت تلویزیون تخریب شده یا نه. توسطی چک میکنیم. دوستان، مولتیمتر را نصب کردیم. پراپ منفی را در منفی قطب منفی بکلایت ها و پراپ مثبتش یا سرخش در لاین سرخ بکلایت نصب کردیم و دیدیم که بکلایت ها روشن میشه و مشکل بکلایت ها نداره. پس دوستا فهمیدیم که ما مشکلش در بورد تلویزیون است. شما متوجه شدین که خازن یا کندکسر خود بورد تخریب شده یعنی پوندیده. دوستا متوجه میشیم که خازن یا کندکسری 35 بر 330 میکروفاراد تخریب شده. خب دوستا، به طور دقیق متوجه شدیم که خازن مشکل داره. پس مادر بورد تلویزیون از خود تلویزیون جدا میسازیم و میخواییم که خازن 35 بر 330 میکروفارادش پیوست کنیم و اگر کنم مشکل دیگر داشته باشه ببینیم. خب نوع پنل تلویزیون لاین های دیگری که با بورد تلویزیون نصب است گوره جدا میسازیم تا بورد از خود جایی که نصب است خطا بدیم. خب دوستایی، بورد جدا ساختیم و کندکسر به شکل واضح دیده میشه که تخریب شده. بورد یک بار پاکاری میکنیم توسط برس و تینر. دوستا، به مرحله رسیدیم که خازن از مدار جدا میکنیم. شما متوجه باشین زمانی که خازن یا را از مدار جدا میکنین با کاوی شما با قطعات دیگری تصادم نکنه تا باعث تخریب یا شادی بورد نشه. خب به شکل دقیق دیدیم که خازن ضرورت است. یک خازن جدید آوردیم. خازن 35 بر 1000 میکروفاراد یعنی میکروفارادش
قوی تر است نسبت به خازن دیگه و خازن جا به جا ساختیم دوستان. دوباره لیمکاری میکنیم و یمو پایه های اضافیش توسط کتینگ قطع میسازیم. خود برد دوباره پاک سازی میکنیم با تینر و مادر برد دوباره جا به جا میکنیم و مشکل دیگری در برد دیده نمیشه. پس پیچای خود برد تایید میکنیم تا محکم شود دوستان. لاین آی آر یا چشمکی و سویچش هم نصب میکنیم دوستان. لاین پنل اسکرین هم در راهنمایی که در خود برد انجام شده و همو راهنمایی، پس لاین های پنل هم دوباره در جای خود جا به جا میکنیم دوستان. یک لاین آرت هم داره. لاین آرت با بدنه تلویزیون وصل میسازیم تا گراوندش شکل درست محکم شد. خب دوستا لاین بکلایت هم دوباره در جایش جا به جا ساختیم و لاین پاور است. لاین پاور هم پس با مادر برد وصل ساختیم. حالا میخوایم یک بار چک کنیم تلویزیونه که تلویزیون روشن میشه نمیشه دوستان. لایت سرخش خود روشن شد، سویچ میکنیم دوستان. لایت سبزیش هم روشن شد دوستان. متوجه شده باشین دوستان بکلایت ها روشن شد، به شکل عمل بکلایت ها روشن شد. پس کاور پشت سر تلویزیون بسته میکنیم و باز میبینیم که دوباره یک چک میکنیم که تصویر به شکل درست تنظیم شده و به مرحله بعدی میریم. کاورای دو طرفی تلویزیون هم جا به جا میکنیم به شکل منظم. پیچایش همکاری میکنیم. خب دوستا اگر ویدیوی ما خوشتان آمده باشه لایک و سابسکرایب از یادتان نره و چینل عزیزی ریپیر سنتر را حمایت کنین دوستان. خب لاین های لاود اسپیکرش هم شده دوباره جا به جا میکنیم و لاین به شکل مسمو سابق انجام. پیچای تلویزیون دوباره تایید میکنیم تا کاور به شکل درست جا به جا شد. خب دوستا یک بار دیگه هم چک میکنیم که تلویزیون ما مشکلش رفع شده. سویچ پاور هم میزنیم دوستا. تلویزیون روشن شد و تصویر قبلی خود داره. خب دوستا این هم ترمیم تلویزیونی سونی که مشکل بخش بکلایت داشت و تغذیه بد نمیشد، بکلایت اکمال نمیشد. تشکر از شما دوستای عزیز، وقتتان خوش. خدا